ستاد کل ارتش اوکراین روز 13 اپریل در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که نیروهای اوکراین در یکی از ولایت‌ها یک کاروان نیروهای روسیه از جمله نقطه فرماندهی گروه 4 بتالون پایگاه 201 ارتش روسیه را که در تاجیکستان مستقر می باشد بین بردند. قبلا هم درباره از تاجیکستان به اوکراین انتقال دادن قسمی از نیروهای پایگاه 201 خبرها به گوش می رسید، ولی جانب روسیه رسما این را یگان بار تصدیق نکرده است. جانب روسیه خبری در اوکراین نابود شدن کاروان نظامیش با شمول نقطه فرماندهی پایگاه 201 را نیز تا حال شرح نداده است. تصدیق ادعای ستاد کل ارتش اوکراین توسط منابع دیگر مستقل غیر امکان به نظر می رسد. درباره کی و در کجا هدف حمله قرار گرفتن کاروان نیروهای روسیه چیزی گفته نشده است. ستاد کل ارتش اوکراین در فیسبوک عکس یک کاروان حربی حمله شده و هم مواد ترغیباتی برای پایگاه 201 نشر شده را چاپ کرده. تنها همین قدر خبر داده است که در یکی از ولایت‌ها نیروهای دسانتی اوکراین همراه نیروهای دیگر مدافعوی یک کارخانه حربی روسیه را نابود کردند. از جمله نقطه فرماندهی گروه 4 بتالونی زیر اطاعت فوری پایگاه حربی 201 حوزه حربی مرکزی روسیه از بین برده شد. پایگاه 201 ارتش روسیه با گارنیزون‌هایش در شهرهای دوشنبه و باختر و تمرینگاه لاهور در نوع رودکی نزدیک 7000 عسکر و افسر را فرا گرفته بزرگترین پایگاه حربی ارتش روسیه در خارج از این کشور به شمار می رود. رسانه‌های اوکراینی قبلا خبر داده بودند که حدود 800 عسکر و افسر از پایگاه 102 ارتش روسیه از شهر گیومری ارمنستان نیز به اوکراین پرتافتند. روسیه روز 24 فوریه به اوکراین حمله کرد. طی قریب 50 روز نبردها در این کشور از هر دو طرف چندین هزار نفر کشته شده، میلیون ها نفر بیخانه و در شدند و ده ها شهر و دهات اوکراین مورد بمباران قرار گرفتند.